بنده عقیدم این است که به توفیق الهی، به عزت و جلال الهی، فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز خواهد شد. این کار اتفاق خواهد افتاد. باطل جولانی دارد، چند روزی جلوه‌ای میکنه، لکن رفتنی است، قطعا خواهد رفت، در این تردیدی نیست. این ظواهری که مشاهده میشه، حالا کارهایی میکنند و پیشرفت‌هایی در سوریه یا در جاهای دیگه انجام میدن، این دلیل قوت نیست، بلکه نشانه ضعف و موجب ضعف بیشتر هم خواهد بود انشاءالله. امیدواریم ملت ایران و ملت‌های مؤمن این روز رو، روز پیروزی فلسطین بر مهاجمین و بر غاصبان فلسطین، این روز رو انشاءالله به چشم خودشون مشاهده کنند.